کودکانی که اکثرا خانواده های آنان توانایی خریداری نیازمندی های مکتبشان را ندارد. امروز عابد آرمان تلاش کرده تا حد امکان نیازمندی های آنان را فراهم کند. آرمان ترجیح داده تا مصارف عید خود را به این کودکان قلم و کتابچه بخرد. یک بچه دینامیک طریقه به شما پیدا کنم که اول نمره عمومی است ولی سال ششمش است که در یک پتلون میره، در یک یخنکاک میره، مکتب میره. بینمی تو بچه را تشویق کنیم. دینامی خورترکا نابغم است، رکاردهای ادیسن هم میده که مثلا چرا در افغان استعداد نیست، هر چیز ما کده میتونه. عابد آرمان 20 ساله محصل پانزه کامپیوتر ساینس در ولایت کنر و باشنده اصلی ولسوالی بگرام ولایت پروان است. این بیا در زاجه به این ما پیسه دادیم که با خود کالا بگی، بوت بگی، دریشی بگیری، محصل اصلی که تو با خود یک چیزی جور کن. این که پیسه گرفتی، پیسه را ای با قلم و کتابچه و با برنامه داد. ما گفتم که ایره چی میکنی؟ گفت که نیک این طور است که تو باید که ما کاکا اینمی کار میکنیم که با پایدی موطن شود. کودکانی که این کمک را دریافت کردند اکثرا از خانواده های بی‌بضاعتند. نام مولیولا از قلیز باشی این برنامه بسیار راضی هستیم. این کار بسیار کار خوب است. ما را تشویق کرده بسیار زیاد. شاید یک قلم و کتابچه نیازمندی این کودکان را که اکثرا یتیم هستند برآورده نسازد، اما عابد آرمان امیدوار است تا این کار او برای این کودکان انگیزه دهد تا به تعلیم خود ادامه دهند.